ملت بزرگ ایران، این صدای آزادی است. جمهوری اسلامی سقوط کرد. مسئولین کشور و همه آحاد مردم پشت سر نیروهای مسلح امروز از همه جناح‌های گوناگون قرارداد در دست اغتشاشگران. آنچه آغاز شده برگشت ناپذیر است. دستگاه سرکوب رژیم در حال فروپاشی است. خطاب به نیروهای نظامی و انتظامی و دولتی برای حفظ رژیمی که سقوط آن آغاز شده روبروی ملت ایران نایستید. با ایستادن در کنار ملت جان خود را حفظ کنید. باشد که به زودی در کنار شما باشم. اینجا دیگر صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیست. این صدا و تصویر تلویزیون ملی ایران است. ملت بزرگ ایران، این صدای آزادی است. جمهوری اسلامی سقوط کرد. همکنون هواپیمای اعلیحضرت سیروس رضاشاه دوم پهلوی سوم شاهنشاه ایران وارد فرودگاه مهرآباد شد.